سلام دوستان عزیز، این نشر دیگری برنامه ترانسفر در عمل است و تا آغاز کاری بازاری در فضای فوتبال تاجیک باید از سر و صداها و گپ و کلاچه های فوتبال جهانی کهن حرف زد، زیرا بعد آنی که ماشین گلزنی گواردیولا دسته شاهانه را فوتبال کرد، در فوتبال اروپا به قول گپ و چپ زیادند. در ادامه سخنهای جالب ترانسفری میتوان گفت که پیریکار برای گواردیولا و یک قطار بازیگران صاحب نام نفری که لیدز یونایتد را از کام آتش برآورد و در پرمیر لیگ انگلیا به میانه جدول مستقر کرد، همکنون مربیگی اشتراکچی جام جهان قطر 2022 را به گردن گرفته است. اینجا سخن سری مارسلو بیلسا می رود که به وظیفه تمرین دهنده اساسی منتخب فوتبال اوروگوئه تعیین گردید. متخصص آرژانتینی اوروگوئه را به مرحله انتخابی جام جهان سال 2026 آماده نموده، در مورد شرط‌های دیگر قرارداد کاری میان جانب‌ها چیزی گفته نشده است. بر زمین اعلام کرده می شود که قرارداد کاری خود تا انجام مرحله انتخابی مهلت داشته، در صورت برآمدن دسته به موندیال جهانی اوروگوئه ها می توانند با بیلسا شرطنامه را تمدید نمایند. جای کار آخری متخصص 67 ساله باشد، چطور اشاره شد باشگاه لیدز یونایتد از یورکشیر بوده از صف صدبرگان سفید و ماه فوریه سال 2022 جواب داده شد. در عموم باشد در طول مسند مربیگیش مارسلو بیلسا نیوئلز اولد بویز آرژانتینی، اتلس و امریکا مکزیکوی مکزیکویی، ولس سارسفیلد آرژانتینی، اسپانیول و اتلتیک بیلبائو اسپانیا، لاتسیو ایتالیایی و لیلی فرانسوی را تمرین داده است. در خصوص مربیگیش در صف منتخب ها اگر حرف زنیم، این سومین تیم منتخب در فعالیت بیلسا می باشد. او منتخب آرژانتین را از سال 98 تا سال 2004 و چیلی را از سال 2007 تا سال 2011 تمرین داده بود. در مورد مربی سرتجربه اگر گفتیم، گپ و کارها را در مورد تقدیر منبهده بازیگری سابقه دار ادامه می‌دهیم. دقیق ترش باید اعلام نمود که فیل جونز تابستان به پول از منچستر یونایتد می رود. چطوری علاقه رسانه ها خبر می دهند، امیو با دفاعگر 31 ساله انگلیس شرطنامه را تمدید نکرده، او ناچار فوتبال بازی آزاد می شود. قابل قید است که جونز در صف منچستر یونایتد از سال 2011 این جانب برآمد نموده، در دوام کل این فرصت ها 6 جایزه طوری سر برداشته است که از اینها میتوان از قهرمانی در پرمیر لیگ انگلیا و لیگ اروپا را نام برد. در عموم باشد در صف امیو فیل جونز 229 مراتبه به میدان آمده، 6 گل زد، 10 پرتافت گلی ارسالی هم دستگان نمود و همچنین 29 کارت زرد را بالای سر دید. در موسم جاری باشد فیل یگان مراتبه وارد میدان نشده، بار آخرین تنها روز 2 می سال 2022 وارد میدان شده بود. پس اگر تقدیر بازیگری سابقه دار در تئاتر آرزوها چنین طور باشد، جونز را هیچ آرزوی دیگری جز تستر گریزان شدن از دسته تنخاک علاج نمانده است، زیرا اینجا بازیگر از دسته بیزار است و دسته خود بازیگر را به قول مردم چنی خوک شو می‌بیند. آرسنال ارتتا بعد از آنکه دید با چنین بازیگران در پایگاه قهرمانی تنها تا اول ماه می مغروری کرده می شود، ناچار به پول مصرف کنی می گذارد. محض با نتیجه های نظررسی موسمی و مبارزه های تا آخر بهر قهرمانی، ستاد مربیان سابق شاگرد گواردیولا توانست که در پول مصرف کنی به قول کله راهبرانش را تاب دهد. این عامل باعث آن گردید که رسانه ها از نیت های خریداری آرسنال بر عوض 170 میلیون پوند در تابستان می نویسند و بر عوض این مبلغ باید دکلن رایس با مویسس کایسدو به امیریتس بیایند. با گفته دیگر مصرفیات تفنگداران از 200 میلیون هم خواهد گذشت. انتظار می رود که خریداری بازیگران نو از حساب فروش احتمالی بازیگران فعلی دسته به مثال گرانیت جاکا، امیل سمیت راو، فولارین بالاگون، روب هولدینگ، نیکالیا پپه، کیران تیرنی، انسلی میتل نایلز، البر موبایا لاکونگا، نونو تاوارش و سیدریک سوارش عملی کرده می شوند. از رفتن کل این بازیگران آرسنال می تواند 100 میلیون پوند فایده به دست آورد. رهبریت آرسنال نیز سرمربی دسته میکل ارتتا را همه طرفه جانبداری نموده و مصرفیات رکوردی در تابستان اجازه داده است. چطور اشاره شد ارتتا میخواهد دو نیمه حمایتگر را به دست آورد، دکلن رایس از وست هم یونایتد و مویسس کایسدو از برایتون. این گزارش ها برای آرسنال می توانند
170 میلیون پوند استرلینگ ارزش پیدا نمایند. مربی همچنین نیت دارد بازیگران برای خط حمله و 2 دفاعگر را خریداری نماید. در صف خط پیش آرسنال رافینیا از بارسلونا یا موسی دیابی از بایر پیوست شود. بر زمین می نویسند که گزارش میسون ماونت از چلسی از احتمال دور نیست. با وجود این مصرفیات آرسنال برای ترانسفر وقتی مربیگی ارتتا از ماه دکامبر سال 2019 قریب 330 میلیون پوند را تشکیل می دهد، در حالی که چلسی در یک زمستان از این بیشتر از جیب می برآورد و با وجود این در قیاس به آرسنال تنها برای زینه دهم مبارزه می برد. اگر شود و چنین حجم مبلغ را آرسنال هم در روزنه‌های ترانسفری مصرف کند، ممکن ما دیگر در انگلیا گواردیولا را نمی بینیم. در مورد رفتن‌های گروهی بازیگران آرسنال که گپ را کو شدیم، بیایید موضوع را پرتر ادامه می‌دهیم. یکی از بازیگران میرفتگی از آرسنال لندن گرانیت جاکا میباشد که کلی جزئیات شرطنامه نوین خویش را با بایر درست کرده است و آنجا باید تا سال 2027 به مهنت پردازد. نیمه‌نهایی شویتزاری با انجام موسم جاری صف تفنگداران را ترک می‌نماید و در این باره گپزن اساسی موضوع ترانسفری فابریزیو رومانو می‌نویسد. جانب‌ها در مورد تمدید شرطنامه هیچ ملاقاتی ندارند و نیت جداشوی در تابستان را در عمل تطبیق خواهند کرد. کارسری گزارش بازیگر شویتزاری را باشد تیم بایر ادامه می‌دهد و برای این نیمه‌نهایی‌گر تیم آلمانی را ضرور می آید تا 15 میلیون یورو به یکی از بانک‌های لندنی انتقال دهد. داروسازان علاقه شرط‌های قرارداد با بازیگر آرسنال را درست کردند و طبق خبرها بازیگر می تواند تا سال 2027 در بوندسلیگا عرقی جبین از بدن برآورد. خود جاکا در صف آرسنال از سال 2016 برآمد نموده پیشتر در صف تیم‌های بروسیا مونشنگلادباخ و بازل میدانداری کرده است. آن سطح بازی که جاکا در موسم جاری در آرسنال نشان داده بود، فکر می‌کنم برای بایر البته دعوتش بیهوده نخواهد بود. در اسپانیا هرچند که یک زمان با نویدهای رفتن مسی از بارسلونا با قول از پاشا فیلم ساختند، عین حال باشد مخلصان بارسا با خبرهای بازگشت مسی به بارسلونا سر همگان را گران کردند. نشر اسپانی دیاریو اسپورت هم با انداختن روغن بالای علو می نویسد که بارسا برای مسی شرطنامه یک ساله با معاش 25 میلیون یورو وعده کرده باور دارد که پیشنهادشان را قبول می کند. از جانب دیگر کمیسیون مخصوص لالیگا حالت واقعی در بازار جهانی را در مد نظر گرفته قرار خواهد کرد که به بارسا عملی کنی این پیشنهاد را اجازه می دهد یا نه. شرطنامه مسی با PSG باشد تا آخر موسم جاری مهلت داشته. تا حال معلوم نیست که بازیگر 35 ساله ارژانتینی چی خلاصه ها می برآورد، ولی فکر می کنم که ما از مهلت‌های ناروشنی خلاصه برای مسی شماره نشرهای نوبتی سانتا باربرای فوتبالی را به مراتب طولانی تر نموده. از جانب دیگر هم عرب‌های در دست پیشنهاد 400 میلیون را حیران کرده و مخلصان انفرادی خویش را به قول لهجه محلی الخان کرده است. PSG باشد تا برآوردن قرار قطعی مسی نسبت آیندهش قرار نایستاده در بازار صید نوبتی را کشفیات کرده است. این نوبت برای پولداران پاریژی بازیگری تکیه‌گاهی PSV ایندهوون ابراهیم سانگاره پسند آمده است، نفری که دارای نرخنامه 37 میلیون یورو در بازار است. بازیگری 25 ساله از ساحل اوج که در موسم جاری تحت راهنمایی‌های روید ون نیستلروی در نیدرلند حتی دهان آیاکس تاریخ ساز را بسته کرده است، میتواند به طوری کشیده شده از پول شیخان پاریژی درماند. اگر با آمار این افریقایی نگریم، سانگاره در 27 بازی موسم جاری اردیویزه 4 گل و 1 پاس گلی دارد و حتی میتواند با دستش در کشور لاله ها لاله قهرمانی را توری سر بردارد. ولی برای پاریژیان این مهم نیست. برای PSG مهم آن است که در روزنه بازاری باید آنها بازیگران نو را شامل پارک د پرنس کنند. از پول کارکنی های اساسی هلندی که گفتیم پس بیاید میگذاریم به سخنها سری سوداگری اساسی فوتبالی از بوندسلیگا که این مورد به پول بازیگر به بازار میبرارد. هرچند که بروسیا دورتموند هر تابستان در فروشگاری ها چخان است و این موسم نیز استثنا نخواهد بود، باید اشاره نمود که این مورد گریرو را و اتلتیکو مادرید گسل میکند.
سبب اساسی رفتن رافائل گریرو از صف دورتموند این انجام شرطنامه کاری و تمدید نشدن آن از جانب زنبورها بوده. تیم دعواگر تا نفس‌های آخرین بهر قهرمانی در آلمان نیز دفاعگر سمت چپ خویش را به تیم مادریدی پیشنهاد نموده است و بر زمین نسبت گریرو پیشنهادها از ایتالیا نیز به چشم می‌رسند. چطور اشاره شد پرتغالی 29 ساله روز 3 میلیون سال روان بازیگری آزاد می شود و باید اعلام نمود که از همین فوتبال باز بهترین بازیگری بوندسلیگا در ماه مارت اعتراف گردیده بود. در 25 بازی چمپیونات آلمان در حساب گریرو 3 گل و 12 پرتافت گلی و یا به قول اسیست است و در صورتی کوچیدن با ورزشگاه واندا متروپولیتانو زاده لبنمینیل فرانسوی و وطنی خویش پرتغالیا کیلومترها باز نزدیکتر می شود. اکنون فرصت رسید که از گزارش‌های الکی عملی شده دهان گشاییم. دارنده فعلی جایزه لیگ اروپا از آلمان بازیگری نو خرید و یا به گفته دیگر اینتراخت فرانکفورت با نیم حمایتگر وولفسبورگ عمر مرموش شرطنامه تا سال 2027 نوشته کرد. اینتراخت نیز از امضاکنی شرطنامه با عمر مرموش از وولفسبورگ اعلان نموده نیم حمایتگر 24 ساله مصری به صف اینتراخت بعد انجام شرطنامه با دسته از ولکسواگن آرنا در ماه ایون گزارش می‌کند. مرموش باشد در موسم جاری 5 گل و 1 پاس گلی در 31 بازی بوندسلیگا به کف کرده. تنها از این گزارش یک چیز را اشاره می‌کنم: با دعوت بازیگری مصری از جانب اینتراخت کار ندارم، ولی فکر می‌کنم از کشور پیرامیدها صلاح بر این فوتبال بازان در 10 سال یک بار پیدا می‌شوند. در روسیه غیر فوتبالی باشد تیم ارنبورگ منسیلیای به قول کوارترانت را از راسینگ به پرگی محلی کرد و شرطنامه 3 ساله برایش تقدیم نمود. بعد انجام این کارهای بازاری براین منسیلیا رسما بازیگر ارنبورگ از اورالی جنوبی گردید. بازیگری 26 ساله از صف راسینگ اولانیدا ارژانتینی خریداری شده. با قول نشریه اسپورت اکسپرس ارزش گزارش به پرگی 1.1 میلیون یورو را تشکیل داده است. براین در موسم جاری به طور اجاره در صف ارنبورگ در پریمیر لیگ روسیه 23 بازی گذرانیده 4 گل و 7 پاس گلی با آمار گرفته است. دسته منسیلیا باشد چطور شد که مقامدار زینه 8 چمپیوناتی بهترین روزها بوده با چنین رنگ گرفتن کار میتواند موقع دینامو را هم در جدول غصب کند. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. با قول یکی از مخلصان برنامه ما سربلند و پولدار باشید.